از پایان همین تپه 5 چشمه کلان و 39 چشمه خرد جاری می شود. اینجا 44 چشمه نام دارد. وابسته به روایت ها و قصه های شنیده 44 چشمه خصوصیت شفابخشی خود را دارد. سلام بینندگان عزیز، برنامه روایت یا حقیقت است پیشنهاد شما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. امروز ما به اینجا تشریف آوردیم که ببینیم فاصله از روایت تا حقیقت چگونه است. ما را تماشابین باشید. چلوچور چشمه موضع جذاب و دوست داشتنی یک گوشه وطن در جماعت دهات فیروزه ناحیه ناصر خسرو جایگیر است. از اول سالهای 50 عصر 20 کارهای علمی و تحقیقاتی پی جستجوی تاریخ پیدایش و اسرار شفابخشی این موضع آغاز گردیده. سال 1971 موضع باستانی طبیعی 44 چشمه به فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان وارد گردیده بود. جاری گردیدن آب شیرین و مصفایی که خصوصیت‌های شفابخش دارد در یکی از منطقه‌های گرم و خشک تاجیکستان که در فصل تابستان حرارت هوا از 45 درجه گرمتر می شود، اما آب این چشمه در همه باد و هوا یک خیله است، فرضیه‌های گوناگونی را در بین ساکنان محلی به میان آورده است. وابسته به پیدایش 44 چشمه روایت های گوناگونی هستند و بنابر نقل بزرگان این محل پیدایش 44 چشمه به روایت های دینی وابسته است. چهار چشمه اکن ام شیخ ما یک کس مدیرم از شیخ بود، همون کس من پرسیده قطعی کار کردم 20 سال، همون کس گفت 44 نامش 44 چشمه. من بابا بالا با بابا قنبر با اسبان حضرت علی، همین بابا قنبر چند سال پاشاگی کرده، پاشاگی ترک کرده، حضرت علی به خدمتگار میشوند، اسبانشان نگاه میکنن، چند سال نگاه میکنن، بعد اون کس زخمگین میشن، کسل میشن و حضرت غمگین میشن، میگن که این بابا عالم گذار چیکار کنم، کجا برده دفن کنم، مکه الله دور، غمگین شده شب خواب میرن، شب در خوابشون یک بلنده اتای نل اسبشون یک چراغ دین اسلام در گرفته است، پایین خم شده نگاه میکنن، چلتا 4 تا چهارشون اساس زده آب برآورده، همشون تاردن نگه دارن، بیدار میشه، بعد تکبیرانش جغده میگن که من همین خیلی خوب دیدم، تکبیر خوب من گفته تیتون میگن، 3 شب سر گفته داده نمیتونن، بعد 4 تا چهارشون جغ میزنن، 4 طرف دنیا بر رای میکنن، میگن که همه دنیا چغ زده بینتون کنه خوب من راست میبرد یا نه، بعد 4 تا چهارشون دنیای چغ زده همجا می آمدن که بعد رفته میگن تقصیر خوابتون رو یافته میخن، بعد میگن که همه بابای برده همجا دفن کردن، اومدگه آدم اخلاص زیارت گفته منا، بعد آورده همه بابا قنبر همجا دفن میکنن، بعد همه 44 چشمه پیدا میشد، همه اومدگه آدم همه چشمه زیارت میکنن، آبش میروشن.
дигар қиссаи маҳаллӣ ки ба таърихи пайдоиши 44 чашма мансуб дониста мешавад чунин аст ки ҳангоме ки ҳазрати алӣ ба мавзеъҳои таблиғотии дини ислом ба осиёи миёна сафар менамояд, ба макони ҳозираи 44 чашма мерасаду ташна мемонад, даст болои теппа мебарад ва аз ҷои ангуштонаш 5 чашмаи оби соф ҷорӣ мегардад. аммо таърихнигорон бар он назаранд ки пайдоиши 44 чашма таърихи беш аз 1000 сола дорад. огоҳ ҳастам аз ривоятҳое ки дар боби 44 чашма мегӯянд. он чизе ки воқеияти таърихиянд ин аст ки ин ба ягон хел бузургвори динӣ иртибот надорад. ёдгории табиию таърихӣ ҳаст. табиӣ ба хотири он ки худи табиатро офаридааст ва нуқтаи назарам ҳаст ки бояд ин оби артезианӣ бошад. ё дигарам мегӯянд ки ин об аз кофарниҳон берун карда шудааст, бо роҳи корезӣ оварда шудааст. агар ин собит шавад, дар он сурат мо аз ба як паҳлӯи дигар таваҷҷӯҳ хоҳем кард, ба паҳлӯи он ки низоми корезӣ дар мо дар асрҳои хеле барвақт тақрибан 3-4 ҳазор сол пеш хеле равнақ ёфта буд, дар 1002 тақрибан ба ин иртибот дорад. вале дар ягон сарчашмаи таърихӣ оварда нашудааст ки масалан мегӯянд ки ба ҳуҷуми ҳазрати алӣ дар иртибот аст, вале ҳеҷ гоҳ ҳазрати алӣ ин ҷо наомадааст ва фактҳои таърихӣ собит мекунанд ки соли 651 аз тарафи муавия кушта шудааст. ин воқеияти таърихӣ аст ва дигар намунаҳое ки ба ҳамин иртибот доранд. аз бобоҳо мушнидем ки ҳамин таърихан пайдоиш ҳамин 44 чашма ки 44 чашма як оби шифоӣ аст, як ҷои истироҳатгоҳ зиёратгоҳе аст ки мо ҳар замон аз давраи хурдӣ меомадем ҳаминҷа зиёрат мекардем, ҳаминҷа гашту гузор мекардем, ба хеш таборум меомадем, ҳаминҷа ҷамъомад мекардем, мешидем. ёдгории таърихи 44 чашма чӣ хеле ки мо медонем, мардуме ки дар он ҷо зистанд ва зиндагонӣ мекунанд хеле ривоятҳои хеле қадимро нақл мекунанд, лекин мо олимон аз рӯи ривоятҳо не, балки аз рӯи он ковишҳои бостоншиносие ки мо дар он ҷо мегузаронем, аз рӯи ковишҳои бостоншиносие ки дар он ҷо гузаронида шудааст, аз рӯи онҳо мо он ёдгориро баҳо медиҳем ва солшуморӣ мекунем. инҳо аз рӯи он масъалаҳое ки мо кор мекунем олимон, мо ягон бозёфте ба ҳамон давр, ба ҳамон замон ки нисбат ба ҳамон чизҳое ки ривоятҳое ки мардум мегӯянд мо пайдо накардем ва гуфта наметавонем ки чӣ хеле ки дар худи 44 чашма мегӯянд ки саисбони ҳазрати алӣ қамбар дар он ҷо ба хок шудааст. мо аз он ҷо олимо ягон чиз пайдо карда натавонистем ва ягон чизе пайдо накардем ки ё навиштаҷоте ки нисбати ба ҳамон давру ҳамон замон дода бошад ва гуфта метавонем ки ёдгории 44 чашма зиёда дар сарчашмаҳо омадагӣ асри 2 пеш аз милод ҳам дар ин ҷо будааст. асри 2 пеш аз милод агар мо инро дар назар бигирем, бибинед ки чӣ аст. давраи арабҳо ҳам дар он ҷо метавонад, чунки ҷои об буд, ҷои аз он ҷо мардум оби нӯшокӣ доштанд, мегирифтанд, кишоварзӣ мекарданд, деҳқонӣ мекарданд. тамаддунҳо пайи ҳам омаданд то ба ин рӯз 44 чашма ба мо расид. оби ширину мусафои 44 чашма ташнашикани садҳо сокинони дохиливу хориҷӣ буда, замзамаи шифобахшии ин мавзеъ сарҳадҳоро убур намудааст. бинобар ба нигоштаҳои баъзе аз сарчашмаҳои таърихӣ, ҳанӯз садсолаҳо пеш роҳгузарони роҳи бузурги абрешим замоне ки аз минтақаи осиёи миёна мегузаштанд, ҳатман барои дидани табиати зебову нӯшидани оби даъвобахши 44 чашма меомаданд. муаррих абусаиди сомонӣ дар асри 12 44 чашмаро бидуни номаш чашмаи машҳури қабодиён ки бо оби шифобахшаш дар ҷаҳон машҳур аст ёд намудааст. таърих чӣ мегӯяд?
هنوز سالهای خیلی پیشتر گمان میکنم نمیدونم فراموش نشده باشد یا اکلاتنیکوف بود یا وادیم الکساندرویچ رانوف بود در گرد و گوشه 44 چشمه پژوهش ارخئولوژی برده بودند. به دوره اصل سنگ منسوب است. ابتدایی آنچه که صحبت میکند آثار تاریخی دوره مزولیت است. خیلی دوره طولانی مردم پیدایش مردم در این منطقه است. در گرد گوشه همین پیدا شدن آثار عصری سنگ قریب که ده ها هزار آلات سنگین پیدا شده در اونجا. اشاره باید میکنم که همون دوره همینجا شاید آباد بود، همین آب بود اگر که از نظر در نظر دارم دریاهای گرد و گوشه‌اش. ولی بعدتر اگر به وسیله امکان دارد که وقت جای گرم است آورده باشم پس باید که یگان رابطه به نه اسلام و نه حضرت علی و نه باقی مانده هاشان اولیا قنبر یگان چی ندارد. فواره زدن آب شیرین و صاف از تای تپه‌ای که گرداگردی آن را خشکی فرا گرفته است برای سیاحان داخلی و برای سیاحان خارجی یک معجزه طبیعت است. بنابر گفته مسئولین و نگهبانان 44 چشمه اینجا چشمه کلانترین است که خصوصیت خاص شفابخشی خود را دارد و در اینجا مکانی است که ماهی‌های کلان محض در همین چشمه جمع می شوند. ما یک گروه جوانان از ازبکستان مخصوص برای دیدن 44 چشمه اومدیم. در حقیقت طبیعت 44 چشمه از آن شنیده های ما زیباتر بوده است. 44 چشمه به ما خیلی پسند آمد و من نیت دارم دفعه دیگر با اویلم بیایم. دیگر روایت هایی که مردم این مکان را به باور کردن قصه و روایت ها وادار می نمایند این ماهی های مقدس و مارهای گوناگون بی‌زهر می باشند که اعتقاد مردم را بابت مقدس بودن این موضع زیادتر می نماید. اما خادمان علمی وابسته به این روایت ها دیگر نظر دارند. یکی از مکان های نهایت دلخوش و تاریخی که در حدود جمهوری تاجیکستان است این موضوع 44 چشمه می باشد که از نقطه نظر اعتقاد دینی مردم و اینچنین از جهت رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان یکی از مکان‌های زیبا می باشد و در خود حدود 44 چشمه حوض‌های گوناگون جایگیر شدند که در داخل حوض‌ها نماینده‌های گوناگون جانوران آبی زندگی می‌کنند. از آن جمله در حوض‌های 44 چشمه از گوناگونی ماهی‌های فاونای تاجیکستان 5 نمود ماهی‌ها دچار می‌شوند. این شیرماهی، سوغن ماهی سمرقندی است، زغوره ماهی دچار می‌شود، ماهی تشینای شرقی است و نمودهایی میباشند که اساساً در آب‌های روان و ایستاده حیات به سر میگذرانند و اوید به این نمود ماهی‌ها از نگاه مردمان عقیده‌های زیاد و اعتقادهای زیاد موجود هستند و یکی از عقیده‌هایی که گویا ماهی‌های این موضع زهرناک است و هنگام استعمال میتواند به مرگ آدمان آورده رساند یک چند جنبه‌ها دارد. و پیش از همه باید ما قید کنیم که در بین گوناگونی ماهی‌های تاجیکستان 4 نمود ماهی‌های زهرناک دچار می‌شوند. اینها شیرماهی مقرری است، مویلب ماهی ترکستانی است، سوغن ماهی سمرقندی و در کول‌های پامیر آسمان پامیری. این نمودهایی میباشند که پرده کواکی بدن آنها از داخل زهرناک می‌شود و این چنین هنگام انکشاف یعنی غدودهای جنسی آنها زهرناک میباشند. برای این اگر آدم نافهمیده پرده کواکی را استعمال کند یا خود تخم یا غدودهای جنسی که در کواکی اون بدن
زهرناک میباشد اگر استعمال کند این یعنی به حالتهای بیماری یا به مرگ هم آورده میرسوند. من هم کس کار کردم، من یا خوردگیم نیستم یا اون کس خوردگیش دیدگیم نیستم، این طبیعت نمیدانم اکوسنش الله میدن. درباره زهرناکی ماهی‌های 44 چشمه نیز در بین مردم یعنی عقیده های زیادی موجود است و یکی از یعنی حکایه هایی که ما شنویدگی هستیم درباره یعنی زهرآلود شوی نفرانی که این ماهی را استعمال میکنند هنوز در دوره شوروی بود، زیرا در دوره شوروی یک وقت معین این موضع مکان استراحتگاه کلخوشیان بود و بعضی از کلخوشیان وقتی که ماهی را استعمال میکنند یعنی سبب فوت آنها میگردد. این گونه حادثه هم در حدود 44 چشمه به قید گرفته شده است. بنابراین هم این جنبه اعتقاد مردمی است، هم یعنی از نقطه نظر علمی یعنی ماهی های زهرناک در حدود 44 چشمه موجود می باشند. این گونه مکان ها در حدود جمهوری غیر از 44 چشمه در شمال تاجیکستان یعنی در خود چشمه دهمای در ناحیه باباجان غفورov موجود است و لنگر ماهیان در اسفره جایگیر شده است که مردم یعنی اعتقاد به این ماهی ها دارند و اونا همچون منبع غذا استعمال نمیکنند. پیش از همه هر یک نمود ارگانیسمی که در طبیعت موجود است اون برای حمایت خود علامت های مطابقتی مخصوص پیدا نمودند و در این نمود ماهی ها برای حفظ و محافظت خود پرده های زهرناک به وجود آمده است. پیش از همه این اهمیت محافظتی دارد. یعنی اگر از نقطه نظر علمی گیریم در حوض‌های پامیر نمود ماهی‌های دچار میشد که در حوض‌های نه اونقدر چخور وا میخورند و امکانیتی یعنی دشمن‌های طبیعی از آنها استفاده بردن است. از این خاطر یعنی در کواکی بدن آنها از حساب فرمنت‌های مخصوصی که از ارگانیسم جدا میشود یا محیطی که آنها زیست میکنند یا رستنی که استعمال میکنند بعضی یعنی ماده‌های تاکسیکی یعنی زهرناک به وجود می‌آیند که در کواکی بدن آنها و غدودهای جنسی آنها یعنی ذخیره میشد و این پیش از همه یعنی اهمیت محافظتی نیز در ارگانیسم آنها به حساب می‌رود. این در حقیقت محیط زیستی که ماهی‌ها زیست میکنند یعنی ترکیب شیمیایی آبی که آنها حیات به سر میگذارند از ماده‌های گوناگون عبارت است و احتمالیتی در ارگانیسم آنها یعنی جمع شوی همین گونه زهرها باشد. این از نقطه نظر علمی یعنی اکثریت نمودهای ماهیایی که در منطقه‌های معین زیست میکنند و آب آنها از ماده‌های شیمیایی گوناگون عبارت است و چنین زهرناکی یعنی دارا میباشند. از این نقطه نظر یعنی ممکن است آنها یعنی از حساب آبی در ترکیب حوض‌ها بوده هم زهرناک باشند. لیکن باید تذکر داد که نوبسته از این از دوره‌های قدیم الایام معلوم است که بعضی نمود حیوانات ها زهرناک میشن، از آن جمله این نمود ماهی هایی که 4 نمودش در حدود جمهوری ما به قید گرفته شده است. این طبیعتش همه مایه آدم نون میپرتون یا چیز میپرتون هم مایه تماشا کرده میرم. مارش از مایه‌اش از همه ماراش همه مایده مارای چنده میخوره. من همه نیورم پسر چوم اومده همه مارای قپیده باز کرده میگشتن. هیچ که نگازده هستم هیچ که ضرر نرسه مارا. دستتون به قپیده قاقلاتون انوزن کارش نیست مارا. به زر نداره. چند تا من خودم همینجا چند ماره خبیدم، چند ماره خلق ما نشونم دادم. پسر چما خبیده نشونده آدما چی میکرد نشون میداد. طبیعت تاجیکستان با گوناگونی عالم حیوانات خود خاصه اهمیت خاصه دارد و یکی از گروه‌های وسیع پهن شده
حیوانات جمهوری مارها می باشند و در حدود جمهوری ما عین زمان 16 نمود مارها دچار می شود که از این مقدار 4 نمودشان زهرناک می باشد. این کبرای آسیای میانگی، گیورزه، ماهی سپرفوگ و یعنی ماری افی ریگزار که در منطقه جنوب جمهوری پنهان شده است و یکی از نمودهایی که در محیط آبی پنهان شده است این ماری آبی می باشد، ناتریکس تسیلاتا. این یکی از نمودهایی که در تمام دریاهای کوهی تاجیکستان و وادی‌ها پنهان شده است. این نمود یعنی نمودی بی‌زهر می باشد و به انسان یگان ضرری ندارد. نمود اصلا یعنی در محیط آبی زیست میکند و هنگام افزایش یعنی به خشکی به اطراف حوض‌های آبی میبراید و در مکان 44 چشمه نیز این نمود خزنده نهایت زیاد است. از این خاطر اون به انسان یگان ضرر ندارد و هنگام یعنی نزدیک شدن انسان یا به دست گرفتن از خود مایه بدبوی جدا میکند که این هم اهمیت محافظتی این نمود یعنی به حساب میرود. در همه آب چند مارا هست. از اول پیدا شده که مارا هر خیل مارا هست، مار زرد، سفید، همه مایا هست، هر خیل مایا، 3 خیل 4 خیل مایا هست، زردش هست، سازن هست، همش مارا قطع میگردن، بازی میکنن، خلق نمیگذب، ضرر نمیرسونه. اگر خیلی ضرر رسونه اونه اصلا ضرر درستگه ندیدیم، خیلی گاهی اصلا اولا میزنه. همه خلق میبینن در آب میگیرن، تا تماشا میکنن، زیارت میکنن، میرون. مایاشو میبینن، نون میپرتن، نون میخورد، همه خیلی هم. لیکن تا این دم یعنی گزیدن انسان از طرف این نمود مار به قید گرفته نشده است. یعنی مار بی‌زهری که در نه تنها 44 چشمه در دیگر منطقه‌های جمهوری وسیع پنهان شده است. هست بعضی نمود مارهای آبی که ویات زهرناک هستند لیکن در حدود جمهوری ما دچار نمیشن. در ما یک نمودی مارهای بی‌زهر است که در دریاها وسیع پنهان شده است.
چشمه چشمه بیماری های معده نام دارد و دهها سیاحان داخلی و خارجی به اینجا آمده از این آب نوش جان می نمایند و با خود می برند. اما وابسته به خصوصیت های شفابخشی این چشمه طبیبان چی می گفته باشند؟ در آب چشمه قریب که همه نمودهای ویتامین ها وجود دارد و برای ارگانیسم آدم هم انسان هم این آب فورم است و این آب چشمسار این برای خوراک رو حل میکنه در معده در روده و برای هر گونه اخلاط‌های چسبکی در معده و روده و جگر تلخدان هست حتی همون نمک را از واسطه ارگانیسم آدم با واسطه پیشاب به بیرون خارج میکنه. و گفتی ساکنان محله 44 چشمه مرهم 44 درد است و هر نفری که با اخلاص به این مکان می آید و از آب آن می نوشد حتما شفا می یابد. درباره امی شفا بخشش بسیار مثال کودکان می اومدن کودکای معدکی بدن همینجا آوازی می‌دوندن همینجا چی می‌کردن مثال همه کسالیایی که نمی تاسپ کمتر کودک گریانچک باشه یا که چی مزارای همینجا می اومدن زیارت می‌کردن آبای همینجا شفا بخش می‌خوردن اگه نیت می‌کردن که به نیتی نیک همین چی می‌شود شفا می‌یابد. همین شفا بخش می‌دونیم خلاص گذرگاه بزرگا هست اینجا بزرگان است که هم بزرگا همینجا گذشتگیان همینجا به یک روایتی که همین آب همون وقت شفا بخش شدگی پیدایشش این همین ماهی‌های رنگ و رنگ این همین طبیعت زیبایی است که برای آدم برای سلامتی برای همه عصب آرام میکنه و مثال فایده بخش است. آثار طبیعی و تاریخی در تاجیکستان خیلی زیاد است. خود امکانات طبیعی به این میدهد. ما چون کشور بلندکوه هستیم ذخیره زیادی آبی داریم و هم سرزمین سرسبزی ها هست درختان بسیاری کوهستان نگاه می‌دارن آب و همه به همین نوی و همین چیز دیگر. خب سبب پیدایش روایت ها سبب پیدایش نگهداشت و بهداشت بسیار آثار طبیعی و تاریخی و چند خاصیت است. یکم که بسیار جایهای زیبا هستند دیگه وابسته به پسیکولوژی انسان هاست. وابسته کردن به نمونه ها و شخصیت های دینی این خاصیت های روانی و روحانی دارد. یکم که مردم اونجا رو ویران نمیکنن دیگر که میتوانند که در همون از نظر روانی از نظر پسیکولوژی با آنها کمک برسانند مثلا اخلاص پیدا کنند و همه وقتی که نظر روانشناسی به یک چیز اخلاص پیدا میکنه یا که تحریک میریخته به همین چیز امکان میدهد که توبت پیدا شود. ولی بسیار آثاری که در تاجیکستان هستن اینها خاصیت های دینی ندارن. همه سالش هستم هم چشمم اومدم همه کمتر شفا یافته. من 11 ژلوتکا دیونت کشکی بودم و 11 ژلوتکا بودم همه چشمم اومدم از صحت شدم. پیکانیک من نون گرم خورده همون کسالی همه جا یافتم خیلی پیکانه. من همه چشمه نصیب کنم همه جا همش نقش دارم. 2000 هم نقش شد ژلوتکا هم نقش شد خدا همون کازم حاضر خدا بشکر من روزش هم میگیرم هیچ کم بده نیست اویلا هست خدا بشکر هم برم 83 با نبره چه بره همش هست خدا بشکر هیچ کم بده نیست. البته که همون آبهای چشمه وابسته به خود باد و هوا هست. در اون جاهایی که مثلا آبهای چشمه که هست و باد و هوای تازه که هست البته که همون آب هم خاصیت شفاییش بلند می شود و حتی همون آب یک خاصیت طبابتی هم دارد. در معده شخص یک کار میکند که همین کار ما اگر نوشم همین کار میشود گفته استفاده میبره همین کار میشود وابسته به همون معده خود انسان است. اعتقاد که پیدا میکند من همین رو نوشم ارگانیسم من از این بیماری رها مییابد گفته نوشد همون بیماری رها میشود. همین 44 چشمه همشون شفاگه. یکم چشمه موین دویم چشمه خون بینی سوم چشمه خنک زدگان چهارمش استخوان پنجمش تب لرزه ششمش چشمه شفا هفتمش فشار خون هشتمش سردرد نهمش طاقه چشمه سفید پوست شفاگه سفید پوست بعد چشمه نیت چشمه مراد چشمه بفرزند چشمه
دل جگر، چشمای عصب برنشته، چشمای چشمدر، گوشتر، آخره چشمای خارش قطعی یاره. همه چشمه همه شفاگه. در 44 چشمه هست. آدمان به هر گونه بیماری ها به هر گونه بیماری به اونجا رفته طبابت میکنند. مثال همون آب ها از حسابی باد هوا آب همون 44 چشمه وقتی که همین خوراک میخوری بعد خوراک خوردن اگر این را استفاده بری این آب را استفاده بری همین بعد یک یا 2 ساعت همین خیلی انسان خود را حس میکند که گویا که هیچ چیز نخورده باشی تیز خوردگی را حل میکند. این وابسته به خود همون شخصیت است، اعتقاد است. وقتی همین چیز رو میگیری میگوی که همین چیز را اگر من استفاده برم همین چیز کار یا همین چیز کار میشود، همین میشود. یک قوی هست که وقتی که انسان همین فکر رو میکند یک قوی هست که به بالا میبراید و قوه پیدا میشود که از بالا همون رو راهبری میکند و همین کارها پیدا میشود. این چشمه مراد نام دارد. دهها اخلاصمندان با امید عملی نمایی آرزو و نیت‌های نیک خویش به اینجا می‌آیند، آب می‌نوشند و با خود می‌برند. ما هم با امید عملی نمایی آرزوهای نیک از اینجا آب می‌نوشیم. چشمه نیت مراد فرزند طلب بسیار میبیان، دعا میکنیم، نیت میکنن فرزند میشن با میبیان میکنن من فرزند یافتم، نیت کردم اومدم کوکرش خیچه میکنم میرن ادر آب نیت کرد سنگ میگیرن میرن همه خدا که داد با سنگش آورده پرتافتم میسر همه نیوره خیچه اگر خیچه نه قردار میشه. میشود که روایت ها با حقیقت تبدیل بیاد و ما میشود که حقیقت روایت شود. این از پیدایش و راه طولانی را طی کردن وابسته است. مثلا وقتی که ما در باب حقیقت همون چیز میگن که دلیل و سندهای علمی دارد، واقعیت است، بافتن نشده است و با همون واقعیت امروزه زندگی موافق است. وقتی که ما میگیم انسان 1 میلیون سال پیش پیدا شده است، با دریافت همان استخوان و مثلا باقی مانده جسم آنها ما ثابت میکنیم و آلات همون داره را پیدا میکنیم که از نظر علمی دقیق است که همینطور هست. ولی وقتی ما میگیم که یک شداد 80 متر قد داشتین بافته هست، این روایت است. میخوان که مردم بزرگی همون شخصیت در
درازی و در جسم در عظمتش نشان میدن که این البته فایده دارد، حقیقت علمی ندارد. روایت ها می توانند به خاطر تسلای دل مردم بنیاد کرده شوند، می توانند همچنان که گفتم به خاطر نگهداری بنیاد کرده شوند، چون که در بسیار یادگاری های ما همین گونه هستند. و دیگر از سبب ندانستن ریشه تاریخی می توانند که هر گونه به زبان خودشان شهر بدهند. سال 60 گفتم که هیچ ما اومده که هیچی نبود، نه درخت بود، نه راه بود، نه اسفل بود. همون بازا کم کم من آباد شده اومدن داره. پیش وقت ما اومده که آدم 4 تا سنگ مونده، دیگ مونده، همه زمین به افخود خورده رفته میکردن. همه خیلی وقتا بود. همه ما شرایط کردیم. انا طرف دیگ چیل تا دیگ کردیم، میشینن همونجا افخود میخورن. اینجا میفهم فقط استرادم. اینجا شیشتن من کردیم. آدم میشتن، افخود میریختن. مثال ما یا با نان میختن، استخوان بپفتن، هر چیز میفتن. همه من کردیم. خلق این طرف باقا میشینن، دم میگیرن. اینجا اومده فقط دم استراحت میکنن. ولی مردم باید دانسته باشن. گفتم که روایت به خاطر روایت با دین پیوستن، با اعتقاد پیوستن، به خاطر ویران نکردن است. به خاطر آنکه در آنجا کارهای ناشایسته اجرا نشود که بزرگوار است و به همین مانند. این گونه آثار خیلی زیاد است و وقتی که سالهای اول 2000 ما با پژوهش سنگ توده ها مشهور شده بوده، وقتی که بالای سنگ توده ها برآمده، مردم هم گرد و گوشه آمدن که این از کجا آمدن که بالای این اصلا برآمدن ممکن نیست. یعنی این به روایت دینی، ولی اونا خود نمیدونستن که تاریخ 6000 ساله دارد، به دوره سکایی ها منسوب است، به اسلام هیچ ارتباط نیست. در آینده اگر امکان شود به طریق تصادفی یا به طریق خودکاره نمیشد که با کاوش ها شروع کرد، در صورتی پیدا کردن یگان نشانه اگر باستانشناسان ما به این توجه کنند، در آن صورت میتوانم گفت که آثار خیلی قدیمه هست. یک مانندی ها شبیه این چیزها هستند با همین روایت درباره ماهیانش، درباره آب نوشاکی که از مردم شهر توز از استعمال مردم بیشکند استعمال میکنن، خود استعمال میکنن. همین گونه چشمه که به همین صورت ماهی هاش در شیراز هست. در شیراز اونجا در نزدیکی مقبره سعدی شیرازی است که در پایان تقریبا در چخوری 3-4 متر ماهی ها در درون آب میگردن. همین گونه چیزها هستن. این طبیعت یک نظر بسیار عجیب دارد برای مردم که در هر کجا این کارها را انجام میدهد. روایت ها خوبند که احترام انسان ها را برای حفظ دلخواه موضع می افزاید و برای حفظ آن وادار می نماید. اما حقیقت این است که روایت ها نه همه وقت حقیقتند. قید باید نمود که طبق تحقیقات عالمان ساحه تاریخ، پیدایش 44 چشمه به عصرهای 3 و 4 تا میلاد وابستگی داشته. بهر به دست آوری نتیجه های علمی بیشتر باید تحقیقات ها ادامه یابند. از دید عالمان ساحه زئولوژی باشد، ماهی هایی که در درون 44 چشمه عمر به سر میبرند به نمود ماهی های زهرآلود و مارها به نمود مارهای آبی بی زهر داخل می شوند. طبق تحقیقات عالمان ساحه طب، 17 چشمه 44 چشمه خصوصیت شفابخشی داشته، 27 تای دیگرش مورد آموزش قرار دارد.
با وجود موافق نبودن بعضی از روایت‌ها با واقعه‌های تاریخی، طبیعت این موضع با ناتکراری خود معجزه است که بر روح و روان آدم نیروی نو می‌بخشد. شاید تاثیر اقلیم مساعد و طبیعت زیبا و آب وطن است اسرار دوابخش 44 چشمه. وابسته به پیدایش 44 چشمه روایت ها آنچنان گوناگون است که قضاوت کردن خیلی مشکل است و هر بیننده را می باید که بیاید و از نزدیک آشنا شده خود قضاوت نماید که روایت هایی که وابسته به پیدایش 44 چشمه هستند روایت هستند یا حقیقت. بینندگان عزیز، در اینجا می رسیم به فرجام برنامه روایت یا حقیقت. با برنامه های تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی باشد. تا برنامه های دیگر، خیر.